میدونم اعداد زوج مهربونن ولی اعداد فرد بدجنسن، اما نمیتونم ثابت کنم. یزید فکر میکنم فقط این تو ذهن منه. اوکی الان بهتون میگه بچه من علاوه بر این که حالا اعداد زوج مهربون، من میدونم که روانی هم اینو کامل میدونم، ولی بخواستم اینم الان با شما در میون بذارم روانی بودن، اما چرا دارم میگم مثلا، ولی اعداد زوج مهربونن، اعداد فرد بعد تازه اعداد 10 و 20 و 30 و 40 و 50 60 70 و 80 و 90 رئیسن. نمیدونم چرا فکر نمی‌کردم یه روزی هست اینو بگم. بچه نمیدونم واقعا وقتی این ساخته شده خب شاید خیلیاتون اینو داشتین دیگه، یعنی این تو ذهنتون بوده دیگه. آقا وقتی این اینقدر ویو خورده اینقدر لایک خورده، آقا یعنی خیلی این تو ذهنشون بوده. منتها 10 و 20 و 30 و 40 اینا نمیدونم تو فکرشون بوده رئیس بودن یا نه. تازه عدد 60 دختره، عدد 70 نامزد 60، 80 برادر 60، 50 بابای 60. الهی بمیرم. خیلی نمیدونم واقعا، نمیدونم اصلا میگم هر چی تو ذهنم میاد میگم دیگه. من اینجوریه تو ذهنم. آره حاجی فکر نمی‌کردم یه همچین جمله‌ای رو جدا ببینم. مثلا این چیزی که گفتم کاملا جدی بودم، یعنی جدا تو ذهنم اینجوریه اعداد.